السلام علیکم داملای عزیز. آیا غسل روز جمعه واجب است یا سنت؟ زیرا که در یک حدیث که ابو سعید خدری روایت میکند میگوید که پیغمبر ما غسل روز جمعه را واجب گفته است. یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکند از حبیب خدا، در اصل پیغمبر چی گفتن؟ گفتن غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. این حدیث متفق علیه است، راویش ابو سعید خدری است. پیغمبر خدا گفتن محتلم گفته آدم بالغ میگن، بر هر یک آدم بالغ آبازی کردن روز جمعه واجب گفتن، واجب است. لیکن محدثا المراد من الوجوب الاختیاری گفتند. مراد از این واجبه که پیغمبر گفته است واجب اختیاری است، واجبه که ضرور امر کردگی نیستند. از این خاطر این روز جمعه را غسلش چگونه که صاحب مختصرم خدا رحمت کند و میگه و سنن للجمعه والعیدین والاحرام والعرفه، یعنی سنت از غسل کردن از برای روز جمعه و سنت از غسل کردن پیش از عید رمضان و پیش از عید قربان و سنت از آبازی کردن پیش از آنی که حاجی ها احرام در بدنشان میپوشند و سنت از غسل کردن در روز عرفه که اینا در عرفات حاجی ها اونجا غسل میکنند. انا این روزه غسل کردنش یعنی سنت میگویند، این واجب نیست. حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام یغسل رأسه و جسده. پیغمبر خدا گفتند حق خداوند است بر ذمه هر مسلمان، حق خداوند است بر ذمه هر یک مسلمان این که در هر هفته یک بار کل بدنش شسته تازه کنه. یعنی روز جمعه را اگر ما و شما به شستن تمام بدنهامان اگر انجام دهیم این به نهایت نیک می شود. هر کدام شما وقتی که جمعه می آیین کار کنین، دادرای عزیز و پدرای عزیز که غسل کنین، بدنهاتون با صابون شویید، اگر خوشبویی ها داشته باشد خوشبویی ها استفاده کنید، لباس های بهتری که دارین بهترین لباس هاتون پوشین و بعد به نماز جمعه بیایید. این حالت در شما خیلی ثواب کلانی را نائل میشوید. یعنی خلاص در تازگی خیلی اهمیت دهید، بسیار تازه باشید. روز جمعه هم که آبازی کردی اقلا در یک هفته 2 بار آبازی کن، 2 بار در همین شرایط که الحمدلله که آب مجانا است، مفت است. الحمدلله این چراغ هایی که امروز آبهای ما و شما را گرم کرده میتواند. شما یک چیز را فراموش نکنین، امروز مردمی اروپا را تماشا کنین چند قدر تازه هستند. وقتی نگاه میکنی چند قدر آلفته هستند، چی در خوراک خوریشان، چی در لباس پوشیشان، چی در شکل شمایلشان. حال آنکه ان الله نظیف یحب النظافه، حالان که حبیب خدا میگوید پروردگار پاک است، پروردگار زیبا است، پروردگار تازه است، پاکیزه و تازه ها را دوست می‌دارد. این پاکیزگی از اسلام است. امروز اون مردم این استفاده میبرند و ما و شما مردم مسلمان خیلی در این مسئله قفا ماندگی هستیم. بسیار اهمیت دهید جوانای عزیز و پدرای مهربان، در مسئله تازگی خیلی اهمیت دهید. بدنهاتون دائم تازه نگه دارید. حتی یک شرطی پیدا شدن محبت بین زن و شوهرم در تازگی گفتن عزیزان ما. گفتن اگر زن دائم خودش را زیبا کند، اگر دائم زن بدنش را خوشبویی کند، اگر دائم زن اسمه و سرمه استفاده برد و شوهر به مجرد دیدن چکار میکند؟ باز محبت زندگیشان
در بینشان زیاد می شود، از حساب لباس زیبا، از حساب شکل زیبا. حتی خدا رحمتشان کند ابن عباس را میگوید میدیدم که بسیار زنم برای من زیباگی میکرد. وقتی که من خانه می آمدم یا در جایگاه خواب که خواب میکردم، چه بهترین خوشبویی ها را عائله من استفاده می برد، سرمه میکرد، اسمه میکرد، یعنی همه شکل شمایلش بهترین صورت را می آورد. اینقدر میگوید محبت مرا خداوند در دل وی جا کردگی بود، اینقدر من وی دوست می داشتم. لیکن من از حساب آن که زن من که این گونه بود، خودم را مثل زنم منم زیبا میکردم، منم پاکیزه میکردم، تا که در بین هر دی ما محبت پیدا شود. بسیار اهمیت دید، در بدنتون اهمیت دادین، در لباستون اهمیت دادید، حتی در همون کرپچه هایی که در خانه می نشین همون آدم اهمیت دهید، حتی در خانه که شما خواب میکنید در همون هم اهمیت دهید. بسیار خلاصی گپ، بسیار آلفته باشید، بسیار تازه باشید، زیرا تازگی از اسلام است. در همه اطراف خانه نظر کن، در بعض خانه ها این جای طعنه کردن نیست، جای منت گذاشتن نیست. وقتی رفته باور کن طعام میخوریم، همون دستمالی که در دست ما میدهند که دستهامون پاکیزه کنیم، باور کن از بوی بدی ویا دیگر دست مالیدش نمیتانی. چندقدر یک بوی بد در همون دستمال ها وجود دارد. اینقدر خراجات ها میکنیم، لیکن یک دستمال همون تازه پاکیزه را پیش یک مهمان در گذاشته نمیتونیم. حالا که حبیب خدا میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. شما اگر ایمانی بر خدا داشته باشین، ایمانی بر روز قیامت داشته باشین، مهمان هاتون احترام کنید. همین است احترام، احترامشون کنید. چی از خیر خدایی هایی که داریم، با یک دستمال یک معرکه کلان ما و شما میگذرونیم. وقتی خراجات اگر خوراکه هامون حساب کنیم به 2000 و 3000 سامان میرسد، لیکن برای دستمال خریدن که با تمام هم معرکه را اگر ما یک دانه خریم شاید 50 سامان 100 سامان ده همش کفایت کنه، شاید حالا از این هم کمتر می شود. اینا ده اهمیت دید. امروز عصری نو است. امروز دیگر در زیر کش تازه کردن و در جلک مالیدن و در ریش مالیدن گذشت. امروز مدنیت است، امروز پیشرفت کردن در کار. بسیار اهمیت دید در این مسئله ها. اینا هم از اسلام هستند، اینا هم مسئله شرعی هستند. بعضی آدمانی که این سخنهای ما را شنیدن برای ما دستمالی نو میارن، لیکن برای با دیگرها دستمالی نو نمیتن. ما که آمدیم دستمالی نو بیاریم، دستمالی نو بیارن، لیکن دیگر مردم در نمی آرن. فکر میکنم فقط دستمالی تازه برای من لازم است و بس. من هم یک بنده عاصی مثل شما هستم، ما یگان قدر منزلت از شما بیشتر ندارم. السلام علیکم داملا اکای حاجی مرزا، در نماز جمعه برای چی 2 بار اذان گفته می شود؟ این اذان اصلا در دوره های پیغمبر 1 بار بود، در دوره های حضرت ابوبکر صدیق هم 1 بار بود، در دوره های حضرت عمر هم خلافتش 1 بار بود. لیکن وقتی انبوه مردم که خیلی زیاد شد، الله که دوره های حضرت عثمان در کتاب ها میگوید که 2 اذان شد، 2 اذان شد. یکم اذانش برای چی بود؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. یکم اذانش همین است که وقتی اذان یکم که گفته شد، ترک باید دکانها درهاش بسته شود، کارهای دنیایی همه ترک کرده شود. اذان دوم که گفته شد باید که الله که در نماز اونها قائم باشد. این یکم اذان گویم ساده کرده گویم، یعنی این آگاهی هست. آگاه باشید که عبادت پروردگار شروع می شود. کارهایی که دارین کارهاتون ترک کنین، طهارت کرده به مسجد حاضر شوید.
و دوم از آنش الکی از اقامت صلات، یعنی از شروع نماز خبر میدهد. نماز تراویح اساساً چند رکعت است؟ مخلصان شما از امام تعریفی التماس جواب پورا دهید. نماز تراویح اصلا نزد عقیده من 20 رکعت است. 20 رکعت است. این یکی از سنت های حضرت عمر است. پیغمبر خدا گفتن علیکم بالسنت و سنت الخلفاء الراشدین و سنت الخلفاء الراشدین و عز علیها بالنواجذ. با سنت های من چنگ زنید و با سنت های چهاریار من چنگ زنید. از این خاطر اینم یکی از سنت های حضرت عمر است. از این خاطر 20 رکعت نماز در تراویح نزد ما و شما سنت است. همینش برای ما و شما بس است و کفایت کننده است. اون در بعض مسئله هایی که نسبت این تراویح اختلاف ها میراد اونجا ما کار نداریم، اوناش رویه ما نیست، اونا با مذهب ما نیست. برای ما و شما هم 20 رکعتش کفایت میکنه. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد اولا از خداوند سلامتی شما را خواهانیم و شکر آن را داریم که چنین پیشوا خداوند به ما عطا نموده است و ما چنین سوال به شما مراجعت میکنیم. دوره کردن میت درست است یا نه؟ دوره کردن ما یک بار گفتیم که وقتی که ما و شما پیش از جنازه کردن دوره میکنیم، دوره اصلا نه در آیت آمده است نه در احادیث های پیغمبر. من در هیچ مسئله دوره کردن را ندیدم، در یگان کتاب از این خبرم نه آمده است. لیکن حتی خطا بودن و نادرست بودن دوره هم خودش معلوم است. خودش معلوم است. اگر با شرطی که همون مرد یا همون زنی که مرده است ما در حالت دوره میگوییم بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است، اگر همون تماما نخوانده باشد الله که یعنی من شاهدی داده استم که وای بعضی را ادا کرده است، دروغ گفته ایستاده وای نخوانده است، بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. این ما و شما در دوره میگوییم، لیکن اگر مبادا وی نماز نخوانده باشد من میگویم بعضی را ادا کرده است، آیا این دروغ نیست؟ یا بعضی را قضا کرده است، اگر قضا کرده باشد وی در نزد خدا عاصی و رسیا است. چرا نماز قضا کرد؟ چرا خراخوری را قضا نکرد؟ چرا پول جمع کنی را قضا نکرد؟ چرا راحتی دنیا را قضا نکرد؟ چرا تمام معیشت دنیا را قضاش نکرد و نماز قضا کرد؟ چرا؟ این سوالی هست از نزد پروردگار برای او بنده می شود که چرا به همه کار دنیایی رسیدی قضاش نکردی؟ چرا نماز قضا کردی؟ در قضاشان در نزد پروردگار گناهگار است، در نخواندنشان در نزد پروردگار گناهگار است. حبیب خدا گفتن لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی شرفترین، بی ناموسترین مردم در امت من آن کسانی هستند که نماز نمیخوانند. این بی قدرترین انسان در روز قیامت است. برای همین اون گندمی که ما میاریم در یک طبق میگذاریم، من نمیدونم باعث چی باشد. حالا که گندم برای فدیه صوم و صلات ما داریم، دلیل ها داریم که فدیه دادن در کار برای ترک نماز و برای ترک روزه. یعنی اگر مبادا یک شخصیت از دنیا گذشت در کدام حالت فدیه میتیم؟ فدیه نماز 2 کیلو گندم است. یعنی اگر مبادایی که یک پدر نماز بامداد خوانده نتوانست، به خاطر چی؟ به خاطر شرایط بودنش نه، بلکه در حالت بیهوشی بود. انا در همین حالت اگر نماز از او فوتید یا نماز پیشین هم از او فوتید و در نماز عصر اگر قضا کرد، او در حالت بیهوشی از دنیا گذشته بود. انا برای نماز بامداد و نماز پیشینش مثال فرزند همون 4 کیلو گندم فدیه صلات میتد.
برای 2 نماز از پدرش در حالت بیهوشی گذشتگی است. اگر ماه رمضان باشد برای هر یک روزی که وی خوردگی هست که وی قوت نداشت اون هم 2 کیلو گندم دیگر میدهد. یعنی وی با عذر نمازش نخواند، خیلی بالای پا بود یا کار دنیایی در مشغول بود، یک بارا جان داد و بعد 1 سال 2 سال نماز نخوانده باشد، اگر ما 1 تانه گندم هم که دوره کنیم وی فایده نمیکنه. 1 تانه گندم. این عقیده اصلش انا همین است. اگر مبادا در بین شما یگان ملا باشد یا یگان کتاب دلیل داشته باشید، برای من در خط نویسید، من در بین این مردم باور که دلیل تر خوانده میتونم. لیکن من الحمدلله با تمام مسئولیت میگم تو دلیل نداری، هیچ دلیل نداری، نیست در یگان کتاب، وجود نداره. اینا من برای اون میگم که تا که شما آگاه شین که همین چیز صحیح نیست. من برای تحقیر کردن دامله های پیش نمیگم، فقط برای اون میگویم که این از اسلام نیست. مگر این پیدا شد به مرور زمان باشد، عادت چیزی شد پیدا شد. فرزند چی دختر باشد چی بچه، پدر و مادرشان از بالای سرشان بوسه کنند، علی رأس از تار سرشان. بچه و دختر حقوق دارد پدر و مادر از تار سر بوسه کنند، لیکن پدر و مادر حقوق دارن فرزندهاشون از رخساره هاشون بوسه کنند. خب قبلة الموده، 4م بوسه مودت نام داشته است. هی قبلة الاخ للاخ او الاخت علی الجبهه. خواهر برادر خواهرش فقط حقوق دارن که از پیشانی بوسه کنند. و آخر و قبلة الشهوه، آخرش قبله شهوت، بوسه شهوت است. هي قبلة الرجل لزوجته على الفم. 5مش بوسه شهوت نام داشته است، یعنی بوسه کردن شوهر زن یا زن شوهرش از دهانشان اجازت است، فقط برای شوهر و زن. همین 5 نمود بوسه را گوش کردین، از این زیاد کم نکنین دیگر. آن چیزی که این عزیز ما و شما برای ما و شما رخصت دادن همش در زیر حدیث است. حتی در مشکات هم باب بوسه کردن رسول اکرم فاطمه را آمدگی هست و فاطمه پدرش هم بوسه کردگی هست، آمدگی هست. بوسه کردن رسول اکرم جعفر تیار برادر حضرت علی را آمدگی هست. از این خاطر این دلیل هایی که من برای شما میخوانم همه اینا در زیر حدیث هستند. از این دیگر زیاد و کم نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، درباره آدمانی که امر معروف را گوش کردن میخواهند، اسلام به اینها چی میگوید؟ دوم، وقتی که خداوند آدم را خلق کرد، زبانهایشان را کی و چی خیل جدا کرد؟ و مثل تاجیک و روس و ازبک و انگلیس و غیره. التماس جواب درست دهید، من یکی از مخلصان اشدی شما میباشم. خداوند در سوره روم میتواند آیت 22 و نظر کند. خداوند میگوید و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. خدا میگوید که همین پیدا کردن آسمان و زمین من آیاته، این از قدرت من نشان دادن است. این قدرت من است که من آسمان و زمین آفریدم. کسی زمین و آسمان آفریده میتواند یا نه؟ نمیتواند. و از قدرت من است این که من رنگهای شما را دیگرگون کردم. یکی از شما را سیاه کردم، یکی را سفید کردم، یکی را زرد و یکی را سرخ و دیگر نمودها ده شما را مبدل گردانیدم. و دیگر از قدرت من این است که من زبانهای شما را دیگرگون کردم تا که برای تمام دانشمندها و برای تمام مردم این قدرت من آشکارا شود، تا که به قدرت من تسلیم شوند که من این ذات هستم که
رنگ هاتون دیگر میکنم، زبان هاتون دیگر میکنم، آسمان و زمین می آفرم، با یک حرف کن تمام دنیا را خلق میکنم، هر چی خواهم پیدا میکنم. یعنی از این خاطر این کی شده است، این کیش خدا خودش میداند. زمانی که آدم آفرید و فرزندهای او را که پیدا کرد، همون زمان دیگر زبانهاشون دیگر کرد. در دیگر سوره قرآن هم است: یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. خدا میگه یا ایها الناس، ای مردم، من شما را از یک مرد و از یک زن آفریدم، یعنی از بابای آدم و از ماما حوا شما را آفریدم و شما را من قبیله قبیله گردانیدم، یعنی هر کدام شما را به هر شهر پرتافتم. برای چی؟ برای چی زبانهاتون دیگرگون کردم؟ برای چی شما را قبیله به قبیله جدا کردم؟ لتعارفوا، تا که با یکدیگر رفت و آمد کنید، تا که با یکدیگر خویش و تباری کنید، تا که از یکدیگر عبرت گیرید. من به این خاطر شما را در هر گوشه های دنیا تقسیم کردم. لیکن کی چه خیل شد، این خدا خودش میداند، منم میدانم. آدمانی که امر معروف گوش کردن نمیخواهند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. چه تشبیه خیلی وزنینه، چه تشبیهی که باور کن در تحلیلش اگر انسان ذره ناموس داشته باشد خیلی غمگین می شود، از حال خودش، از احوال خودش غمگین می شود. خداوند می گوید بدترین جنبنده در روی زمین، یعنی بدترین آن نام انسانی که دارد در روی زمین، کدام انسان از همه بدترین است؟ آن کسانی که کر هستند، آن کسانی که گنگ هستند، آن کسانی که کور هستند. اولئک کالانعام، خدا گفت این گروه، این کوران و کران و گنگان، اینا حیوان هستند. بل هم اضلوا، خدا گفت از حیوان هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، اینا در غفلت هستند، از حیوان دیده پستر هستند. او حضرت سعدی را خدا رحمت کنه میگه مسکین خر اگرچه بی تمیز است گربار همه برد عزیز است. همین مسکین خر اگرچه خر است، اگرچه یک حیوان خیلی گویم آوازی ناخوب دارد، لیکن مادام خدمتی در مردم که میکند و شرف دارد و قدر دارد. اگر قدر نمیداشت امروز 200 سامان و 300 سامان نرخش نبود. هم قدر دارد میگه. لیکن انسانی که از امر معروف میگریزد، خدا میگه از همون حیوان هم دیده قدرش پستر است. کیا؟ گنگها کی است؟ کسانی هستند که امروز حقیقت به مردم نمیرسانند، حقیقت نمیگویند، گنگ هستند. شاید میگه اگر حقیقت گویم به ضرر من حل شود، یا شاید حقیقت گویم اگر ممکن که از مسجد مرا از کار گیرند، شاید اگر حقیقت گویم شاید اگر فشار بالای من آید، گفته هر سبب ها را کردن بگیرند. خدا میگه این بدترین انسان است کسی که حقیقت به مردم نمیرساند. قول الحق و این کان مرا، حبیبی خدا میگوید حق تلخ است، اگرچه حق به ضرری تو هم که حل شود و مردم مسلمان حقیقت برسانید تا که آگاه شود. دوم گروهی که بدبخترین هستند، این مقصد من این کرها و گنگها و کرای مادرزاد نیست، اینایی که به بیماری همین به بیماری مبتلا شدند، بلکه گنگ آن کسی است که زبان دارد و حقیقت نمیگوید. دوم کوران آن کسانی هستند که حقیقت را نمیبینند، حقیقت نمیبینند. کران آن کسانی هستند که شنیدن امر معروف نمیخواهند، نمیخواهند که امر معروف باشد. حالا که خدا رحمت کند
صوفی علیه را میگوید بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عمل در نزد پروردگار از حساب اجر کی دارد؟ کسی دارد که امر معروف و نهی منکر میکند. حتی حبیب خدا میگوید مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت. آدم مرده را از زنده گو من جدا کنم برای شما. یعنی دو آدم زنده را راست کردن، گفتن امینا میدونین کدامش مردگی هست و کدامش زنده هست. گفتن کدامش مرده هست کدامش زنده است، حالان که هر دوش بالای پا ایستادگی است. آخر اینا هر دوش حرکت دارن، زنده هستن. که پیغمبر گفت آن کسی که یاد خدا میکند، آن کسی که این گونه مجلس ها را دوست می‌دارد وای زنده هست. آن کسی که از یاد خدا دور است، آن کسی که از این مجلس ها نفرت دارد وای در حکم مرده ها هست. خداوند در قرآن میگه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خدا سفارش میدهد باید که در هر یک دهه، باید در هر یک شهر، باید در هر یک کوچه مبلغا باشند، دعوتگرها باشند، امر معروف نهی منکرها میکردگی ها باشند. باید باشد میگد خداوند. حتی که همین فضلی که خدا شما را داده است، و چی خاطر دادتان؟ و چی خاطر شما را بهترین امت روی دنیا خواند؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت آخر زمان، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ به خاطر که شما در مجلس هاتان امر معروف و نهی منکر دارید. با این خاطر شما بهترین امت هستید. لیکن صد افسوس که امروز سخن حضرت حذیفه ابن یمان یاد محمد صحابه پیغمبر و حضرت گفتن یأتی علی الناس زمان، زود است که یک زمان می آید که لأن تكون فيهم جيفة حمار احب الیه من مؤمن یأمروهم و ینهاهم. زمان می آید، گفت حضرت حذیفه، که برای این مردم قد بیهوده گفتن است، صحبت اونها برای اینها خوش می آید از شنیدن سخن خدا و پیغمبر. امروز همون معرکه ها در ما و شما هستند که این گونه معرکه ده ندارن، جلب ندارن، خواهش ندارن، بلکه نفرت دارن. خدا رحمت کند حضرت سعدی با دانایان دم عرض جهانی، با آدم دانا یک دم یک لحظه نشستن میگوید، این میگوید قدر جهان دارد. با دانایان دم عرض جهانی نیرزد صد سری نادان بنانی. کسی میخواهد، کسی دوست میدارد این معرکه ها را خوش به حال شد، حتی که دوزخی و بهشتی را باور کنه از همین معرکه ها یافتن ممکن است. حضرت جلونی را خدا رحمت کنه در معدن حالش میگوید کسی پرسید از سلطان ابرار این دوزخی را از بهشتی از حساب همین معرکه جدا کردن، معرکه امر معروف. کسی پرسید از سلطان ابرار شدم در مانده یک امر دشوار، ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. ای پیغمبر خدا، من نیکبخت هستم یا بدبخت؟ من بهشتی هستم یا دوزخی؟ ای حبیب خدا برای من خبر ده. پیغمبر خدا چی گفت؟ بگفت حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک. اگر مائل شود دل نیک بختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. حضرت گفتن برای آن که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی، برای آن که تو بفهمی که تو نیکبخت هستی یا بدبخت، در یک معرکه امر معروف رفتن نشین. اگر دلی تو در اونجا نرم شد، اگر خواهشی تو باز زیادتر شد، اگر تو به ساعت تیز تیز نگاه نکردی که تیزتر همین معرکه بود شود، بلکه در دلت گذرانیدی که شاید 2 ساعت باشد، شاید 3 ساعت باشد، اگر این چنین لحظه ها در دل تو که پیدا شد،
حضرت گفتن که تو یقین دان که تو نیکبخت هستی، یقین دان که تو بهشتی هستی. در دوامش چی گفتن؟ دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، لیکن رفتی و بی طاقت شدی، یا که از این معرکه ها گریزان شدی، دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان بخواهد. حضرت گفتن مادامی که در این خیل معرکه ها که بی طاقت شدی و نفرت پیدا شد، یقین دان که تو بدبخت بوده ای، یقین دان که تو دوزخی بوده ای. آن کسانی که به بیعت از امت من نیست معنی داد کنید. این بیعت من از این میفهمم که پیغمبر خدا گفتن کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا. قیل یا رسول الله و من یعبا؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا. این برادر سوال کرده است کسی از دنیا به بیعت گذرد، این گویا که قدر ندارد، قیمت ندارد. آیا این چی معنی دارد بیعت؟ من میفهمم که این مقصد برادر چی هست از بیعت، لیکن من برای تو همین حدیث تحلیل میکنم. بیعت انا همین معنی را دارد. پیغمبر گفتن همه امت من وارد جنت میشود مگر کسانی که خواهان جنت نیستند. گفتن کیها هستند که جنت را نمیخواهند؟ گفت آن کسانی که اگر در دنیا به سنت های من قدم زدند اونها جنت را میخواهند. آن کسانی که از سنت های من روی گردانیدند اونها جنت را نمیخواهند. از این خاطر این برادری که بیعت از من سوال کرده است، انا همین است که پیروی سنت های پیغمبر بشو. من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی سنتی مرا دوست می‌دارد، پیغمبر گفت وای مرا دوست می‌دارد. کسی مرا دوست داشت وای همراه من در جنت است. انا همین است معنای بیعت. داملای عزیز السلام علیکم. یک حاجی همسایه داریم، دخترهاش کسی خواستگاری نمی کند. خیر قضای الهی همین بوده است. باز چگونه حاجی هست که دخترهای ما را نیز سیاه می کند و خواستگارها را از راه می زند؟ این چگونه همسایه داری هست و این چگونه حاجگی هست؟ شهر دوشنبه التماس مفصل جواب گویید. از همون حاجی پرسیدن در کاروای چه خیلی حاجی باشد. در اصل امروز من وقتی حاجی ها را اگر مبادای سنگ زنم، همون حاجی های را سنگ میزنم که لایقی سنگ زدن دارند. من همه حاجی ها را نمیشنوانم، ولی بسیاری از حاجی های هستند که الحمدلله بهترین حاجی هستند. باید حاجی در بین مردم یک نمونه باشند. نمونه. افسوس که امروز حاجی ها دروغگو هم شدند. امروز حاجی ها عرق نوش هم شدند. امروز حاجی ها در معرکه هاشون عرق هم میدهند. امروز حاجی ها خیانت هم میکنند. امروز حاجی ها چی کارهای نادرستی را انجام میدهند. بسیار این باور کنین یک شرم است، عیب است که اینقدر مکان مقدس رفته زیارت کردن، پس آمده تا جایی که بهبودی در عملهای تو پیدا شود برعکس. شاید همون حدیث پیغمبری خدا باشد که شما حاجی ها را آن زمان فهمین که حج هاشون قبول شد که اگر فعلشون دیگرگون شدگی باشد. اگر تا زمان حج دروغگو بود، رفت آمد راستگو شد، یقین دانین که وای حجش قبول شد. اگر تا زمان حج وای عرق فروش بود، آمد عرق فروشی را پرتاب، یقین دانین که او را حجش قبول شد. یا دیگر خصلت‌های ناخوبی که داشت اونها را ترک کرد، دانین که حج او قبول شد. بسیاری از حاجیای ما بعضی کبر هم دارند، بسیار سرکشی ها هم دارند. بسیار از همه اونها خواهش میکنم که حاجی هم که باشین الحمدلله آدم هستین، انسان هستین، خاکسار شوین. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند و میگوید ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، ملا شدی شیخ شدی دانشمند شدی،
ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، بین جمله شدی ولی مسلمان نشدی. همش شدی، ملا شدی، شیخ هم شدی، حاجی هم شدی، صوفی هم شدی، ایشان هم شدی، همش شدی لیکن مسلمان نشدی. مقصد مسلمان شدن است. بعضی از حاجی ها را گوش کردیم آمدن همون مکانهای مقدس را تنقید میکنن، بگوید همه مسلمانی در ما بوده است. بله، 50% خانت به نماز مسلمانی در تو است. تمام معرکات به عرق میگذرد، مسلمانی در تو است. دخترات همه بی حیا هستند، مسلمانی در تو است. اینا در ما و شما حقوق نداریم. این چگونه همسایگی باشد؟ حبیب خدا میگه ما زال جبرئیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. هرگاهی که حضرت جبرئیل نزد من می آمد فقط و فقط برای من در باب همسایت بی نهایت تأکید ها میکرد که با همسایه ها بسیار معامله خوب کن، با همسایه ها بسیار معامله خوب کن. حتی گمان کردم این که وقتی از دنیا گذرم شاید همسایه از همسایه میراث میبردگی باشد. تا این اندازه من نگاه گمان کردم. پیغمبر خدا میگوید والذی لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله؟ قسم به الله گفت پیغمبر که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد. گفتند ای حبیب خدا این در حق کیست؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. پیغمبر گفت آن کسی که فقط و فقط در آزار همسایه کوشش میکنند. این دو همسایه هستند یا سه همسایه هستند زندگی میکنند، لیکن فقط وظیفه‌اش همین است که به همسایه ضرر میرساند، همسایه را آزار میدهد. پیغمبر خدا گفتن والله لا یؤمن، قسم به الله که وی ایمان ندارد. در همسایه داریمان بسیار باور کنین ما و شما بیگانه شدیم، بی پروا شدیم، غم همسایه دیگر نمیخوریم. حالا که حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های نزدیک پیغمبر است، حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن یا ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. ابوذر گفت وقتی همون عائلت که یک شوربا که پخت، یک خوراک که پخت، فاکثر ماءها، آب زیادتر کن. گفتم بهر چی؟ تعاهد جیرانک، تا که همسایه ها را از این با نصیب کن، برای خاطر همسایه ها آب شوربا را زیادتر کن. گفت امروز باور کن همون انصاف همسایه داری ما و شما از بین رفت است، فقط ما و شما دشمنی میکنیم. اگر همسایه را بینیم یک خانه نو کرده است، به همین عادی زبان خودمان میگیم تلخ کف میشویم که خانه همسایه من بهبودی پیدا شده است. اگر یک بچه همسایه ما یک وظیفه گیرد، ما و شما دیوانه میشویم. اگر یک سواره نو در خانه همسایه ما آمد و در حال ما و شما دیگرگون میشیم، در هر بیخ بعد دیگر چیکار میکنیم؟ غیبتش سر کردن میگیریم. حالا که ما و شما باید که چیکار کنیم؟ دعا کنیم که خداوند باز باید بیشتر دهد و انصافش دهد که باز ما را یاردم کند، ما را کمک کند. در آزار همسایه باید ما و شما صبر کننده باشیم، حسد نداشته باشیم. یک قصه میکنم به همین موضوع امروزه را انجام میدهم. بار میگد پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند، همین مثل نشستی ما و شما، صحابه در اطرافش. میگد حبیب خدا موعظه کردن، بعد موعظه چیکار کرد؟ گفت الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست. صحابه ها همه حیرت نماندن این بنده نیکبخت کی باشد. وقتی می درآید یک مرد سیاه پوستی آمده نماز میخواند، باز برآمده میرود. فردا میشود باز پیغمبر خدا میگوید الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست، میدارد باز همون مرد. روز سوم هم همین تکرار میکند، باز همون مرد میدراید.
یکی از صحابه های پیغمبر میخواهد که عملهای او را از خود کند تا که چه عمل دارد که جنت مشتاق این است. از پس او میرود، به خانه او میرسد، میگوید مرا مهمان نمیکنی؟ من مسافرم. میگوید مهمان میکنم. این مرد میگوید من 3 روز در خانه این مرد که جنت مشتاق اوست مهمان شدم، بغیر همین 5 وقت نمازی با جماعت دیگر هیچ نماز زیادتیش ندیدم. برابر من عبادت میکرد، از من چیز زیاد عبادت نمیکرد. در آخر میگوید روزی 3 شد، گفتم ای مرد خدا، میدانی که پیغمبر چه بشارتی خوبه برای تو داد، ما به این خاطر آمدم تا که عملهای تو را نظر کنم، تو چه عمل داری که مشتاق از جنت برای تو؟ میگوید این آب چشم کرد که جنت مشتاق من است. گفت بله جنت مشتاق توست، این بشارت پیغمبر خداست. گفت من هیچ عمل زیادتی ندارم چگونه ای که تو در 3 روز دیدی، فقط من در دلم حسد ندارم. هر بهبودی هایی که در همسایه هم پیدا می شود، من فقط شکر میکنم که خدا را شکر که این گونه همسایه های بای و این گونه همسایه های خیلی خوب در اطراف من همسایه شدن، در حقشان دعا میکنم. شاید که از همین خصلتی که من حسد ندارم، بدبینی ندارم، شاید خداوند همین خصلت نیکی مرا پسندش آمده باشد و جنت مشتاق من گردانیدگی باشد. این است برای هر انسانی که همسایه دارد. این مسئله یک بار دیگر در ما هم آمده بود. امروز این کرداری بدم پیدا شده است که خواستگارها را باور کن از راه میزنند که دختری فلانی را نگیر. این خیلی عیب است و خیلی گناه کلان است. تهمت است باور کنیم در حق یک برادر مؤمن. و ما و شما در حق همسایه، در حق برادرمان نیک گمان باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله سوال های خیلی زیاد اینجا نزد من باقی ماند. در آخر همین یک سوال خیلی تعجیلانه است، همین سوال تا جوابش میگیم و بعدا دعا کنیم. السلام علیکم استاد عزیز، آیا بالای گور درخت میوه‌دار شیناندن ممکن است یا نه؟ یعنی بالای گورهایی که از ما و شما هستند، بالای آنها میوه، یعنی درخت میوه‌دار شیناندن پرسیدن. یعنی عزیزان ما و شما به این خاطر بالای گورستان در درخت‌های میوه‌دار اجازت نمیدهند که در گورستان خوردن میوه یا خوردنی مکروه است. به این خاطر بالای گورها در اجازت نمیدهند که درخت‌های میوه‌دار شینانید. لیکن شما فراموش نکنید که وقتی پیغمبر خدا به پیش 2 گور گذاشتن که میگد خیلی عذاب داشتن، وقتی از صاحبان اونها پرسپاس کرد، فهمید به چی سبب اونها امروز در عذاب گرفتارن، میگه یک نوده سوز درخت سبز گرفت، میگه 2 پاره کرد و بالای این گورها خلانید و گفت تا وقتی که این برگها سبز هستند برای این مرده ها تسبیح میگویند. یعنی از این خاطر درخت شیناندن در بالای قبرها خیلی ثواب کلان دارد، فقط اگر توانیم به میوه باشد. امروز الحمدلله در جمهوری ما و شما اگر درخت داشته باشیم، به تلویزیون نظر کنید، حتی رئیس جمهور هم خودشان درخت شینانده ایستاده است، حشر رفته ایستاده است. باور کنید به نهایت ثواب کلان است. در گورستان هاتون شینانید. اگر در گورستان ها فقط بالای پدر و مادر نه، بلکه دیگر گورهایی که در همون جا هستند در همونها برده گرانید. من تعریف نمیکنم، 15 درخت همین 3 روز یا 4 روز پیش بردم و در همین قبرستان با پول خودمان خریدیم. همونجا دادن، هدیه دادن، گفتن گیرید. من گفتم نه، تا پول من نگیرید من نمیگیرم. برده در همون گورستان بالا شیناندیم. چند درخت در این اطراف ها شیناندیم. برای که حبیب خدا چی میگه؟ ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه بهیمه او انسان او طیر الا کان له صدقه. کدام اگر انسان درخت میشیناند، اگر از میوه او انسان میخورد، یا از میوه او یک حیوان میخورد، یا از میوه او یک پرنده میخورد، الا کان له صدقه، برای او پروردگار صدقه میدهد.
یعنی هر میوه او در خداوند برای او همچون صدقه در راه خدا کردگی می نویسد. بسیار خوب می شود که از پس ما و شما اقلا همین یک درخت شیناندگی باقی ماند. بسیار خوب می شود. همتون کوشش کنید. کسی که شرایط دارد امروز برای خانه‌های همسایه هم 5 درخت و 10 درخت رفته خریده دید، این هم صدقه است. وای میشیناند، وای سبز می شود، فردا از او مردم استفاده میبرند، چه از هیزمش چه از میوهش. باور کنید خیلی کاری ثواب است. بسیار کوشش کنید. هم دستگیری رئیس